سلام علیکم نازنیننده سلامت خانواده سلامت باشید. در اینترنت یک رولیک تماشا کردم که این خسرو رو از در بیرون میکنه، بعد دخترکش در مادرش محکم میکنه. پدرش میبید و پدرش میگه که مادرش میگه که این دختر در محکم کرد در روی من. بعد شکایت کردن میشه که درباره دختر در از شوهرش که دخترش میگه که پدر جان مادرم در روی بابایم روز کرد، بابایم طعام نداد، منم در مادرم روز کردم. بعد زنش جنگ میکند، مردک پیش کردنی میشه که پدرش میگه که ایستا دنیا میگه چرخی فلک است، میگه هر چی که کرد این از فرزندش میبیند. من به شما این قصه میکنم برای اینکه پدر من رحمتی اینچونی مادر رحمتی هم نقل میکردن که پدر مادرشون رو در پیریشون نگاه کردگی بودن، صاحب شدگی بودن. پدر مادرشون نگاه کردن، نه که مادر من از پدر مادرشون یتیم موندگی بودن. مادرم 10 ساله بودن پدرشون مردن، بعد 12 ساله بودن مادرشون مردن. یکی 10 ساله بودن مادرشون و پدرشون که در 12 سالگیشون با پرگی یتیم شدن. پدر مادرشون نبودن برایش. پدر مادرشون در پیریشون خوب نگاه کرده بودن. مادرم قصه میکردن برای ما پدر مادرمون رو در پیریشون صاحب شدیم. دیدین دنیا چرخی فلک است. پدری من کرد، ما برای پدرمون کردیم. ما برای پدر مادرمون کردیم، ما فرزندانمون انشالله که برای ما انشالله میکنن. این در سوره زلزله آمده است که کسی ذره نیکی کند میبیند، کسی ذره بدی کند میبیند. ما برای قبل شما میگیم که فرزندانتون رو با مهر و محبت کلان کنین، جنگ و جنجال در نباشد. همین مادر رحمتی من با ما میگفتن که جنگ جنجال برکت خانه را نیست میکند. آدم پیش من میگفتن جنگ جنجال در عائله خوب نیست است. در حدیث پیغمبر در حدیث پیغمبر آمده است که کسی که مثال که با خویشتوار دوستی میکند، مثال رزقش زیاد میشود. مثال جنگ جنجال یعنی که با پا خواهر اکل در ممکن نیست، رزق روزی پراکنده میشه. این حدیث اومده یعنی که از پدر مادرم فهمیده بودم پیش از اون که حدیث خوانم دانم فهمیده بودم که برکت نیست میشد. این درست است که رزق روزی در دوستی و در مهر و محبت بین همدیگری هستند. بله، دیگه که نسبت پدر و مادر، کسی که کس پدر مادرش رو میبیند از فرزندانش، و کسی که از فرزنده با پدر مادرش رو میسوکی کرد، کسی که پدر مادرش رو میسوک نگاه میکرد از فرزندانش میبیند. از فرزنده اگر پدر مادرش رو میسوک نگاه میکردن با از فرزندانش رو میبیند. برای پدر مادرمون باید که ما صاحب شویم. باز میگم بهشون پدر مادرش رو نگاه میکرد در پیریشون. بابای من همسرش دنیا میگذره، با پدر من پدرش همسر دادگی میسوک نگاه میکرد. اگه بیماریشون سوسه ساعتش نبابون با پدرم خانه‌دار کردگی. با وقتی از نگذاشتنشون رای کردگی نگاه میکردگی پدرشون این موین درشون پدری من این کردن. ما اونها رو میسوک صاحب شدیم. برای هر یکی ما باید که پدر مادرمون صاحب شدگی باشیم، نه اینکه پدر گشنه شد ای تو چی بد قمی خری. آدم که پیر شد که مثلا از 70 بالا شد، حتی از 60 از 50 بالا هم بعضی‌ها میشن که تیز گشنه میشن، برای که ارگانیسم جسمشون قبول چی میگن طلب میکند خوردن رو. برای همین باید ما چی نکنیم، تنها نزنیم که ای تیز میخوره بسیار میخورد. خیلی کودک در خوردش خورد تیز میخورد که تیز میخورد کم کم میخورد. آدم کلام که شد از 50 بالا شد یا خیلی از 60 خیلی 70 این از جسم انسان واسه دارد. بعد تیز میخورد گشنه میشه تیز یک تشنه میشه تیز جسم طلب میکند. برای همین باید که تنها نزنیم، باید که چی میگن عیب نجوییم از پدر و مادر، کمبودی نکنیم که در آیاتی نسبت پدر مادر اومده است که الله تعالی رضا است آن نفرانی که پدر مادر از آنها راضی باشد. ما که رضای پدر مادر که گرفتیم که الله تعالی که از ما رضا شد، ما خوشبخت میشیم. من به شما میگم تو که من خوشبخت‌ترین انسان در دنیا هستم. من خانه ندارم، پرپیسکا در وطن ندارم، شوهر ندارم، جای کار و زینه ندارم، لیکن درونی من آرام است، خوشبخت هستم. آرام است که به خداوند من رابطه دارم، آرام است که من دای پدر مادر هستم، آرام است که من خدمت خسرو خشتمان شوهر کردم، آرام است که من با هیچ کس قهر نیستم. کسی که به من بدی میکند من آنها رو میبخشم به خاطر خداوند. درونی من تازه، من هیچ کس قهر در دلم نمیگیرم. کسی که من میرنجانم میبخشم به خاطر الله، که دیگه با اون انسان رابطه نمیگیرم. بله دیگه میبخشم. و باید بخشیم انسان رو به خاطر خداوند میبخشم. برای این
даруни ман озодиро ҳис мекунам. Чихел инсонҳо мегӯянд, ки аз дини ислом мебаранд, ки мо дар дини ислом озод нестем, дигар динҳоро қабул мекунанд. Ман алҳамдулилла дар дини ислом 100% худамро озод ҳис мекунам. Ман хушбахтам, ки дар дини ислом ҳастам ва падару модар аз ман ризо рафтанд. Аллоҳ таоло аз ман ризо ҳастад. Хушбахтарин инсон ҳастам. Шумоам ҳар як шумо метавонад кӯшиш кунад, ки хушбахтарин инсон дар рӯи ҷаҳон худашро ҳис кунад. Яким кӯшиш ва ғайрат кардан кор. дуои падару модарро мегирин, хидмат падару мадарам мекунен. Иншоаллоҳ фарзандонатонро бо меҳру муҳаббат калон мекунем. Мисли падару мадарро калон кардан бо меҳру муҳаббат гирифтан натиҷаашро ва хушбахтарин инсон хоҳед буд иншоаллоҳ. Миnnатдорам аз шумо.